رفقا چطورید؟ امیدوارم روز خوبی امروز داشته باشید. امروز دوباره با یه ویدیوی ترسناک یکم ترسناکه ولی پشیمونجونه اومدیم سراغتون. خب این ویدیو امروز من مربوط به زامبی است. باید ببینیم آیا زامبی واقعا وجود دارن یا قراری بیان یا مثلا نیستن متفاوت نباشن. خب دیگه اضافه نمی‌کنم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خوب، سلام دوباره بچه. خب رفقا، خب میدونید یکی دو سال پیشه که فکر کنن یادتون باشه یا میدونید ماجرای بحث این زامبیا تو گوگل تو اینترنت خیلی پیچیده بود که بعضیا میگفتن این ویروس الان اومده یا دیده شدن زامبی، ولی نه. بعضیا میگفتن نه اینا اصلا وجود ندارن، بعضیا میگفتن نه آره وجود دارن. فکر کنم منم از نظر منم واقعا وجود دارن. و اونایی که میگفتن نه وجود ندارن حقم داشتن، چون نمیخوام باور کنم. خب من فکر کنم ترسیدن. آره ترسیدن. و این زامبیای لعنتی واقعا معلوم نیست که واقعا بیان یا نه، ولی الان چند مدرک ویدیو هست که تو کره دیده شدن کلا این زامبیا عواملشون، نه رفتارهای خشونت آمیزی. خب میگن بعضیا میگن که این به خاطر این چند تا ویروس که مثلا خود کرونا، خب من بهش میگم سیب. آره چون که یوتیوب گیر میده. من میگم این ویروس سیب و اون ویروس آبله میمونکلان اسمش رو میذاریم هویت. خب یه جورایی کلا ویروس آمه خودش تشکیل میدن. کرونا رو فکر میدازیم این طرف، این هیچ. ولی این ویروس آبله میمون خودش واقعا خیلی بده. اگه فیلم های زامبی دیده باشید تو صورتشون زخمه، تو همه جای بدنشون زخمه، خونه. خب الان این آبله میمونه تو همه جای بدن جوش میذاره یا یه خط زیادی میذاره و میگن که به اون ربط داره. میگن آبله میمون الان ویروس زامبی تشکیل میده. خب حقن دارن. تو چین همونی که ویروس سیبو پخش کرد، همه این ویروس هم از اونجا خوب میان الان. چند به خاطر تب خونریزی دهنده که ویروس جدیده، ویروس جدید نیست، چند ماه پیش، چند سال پیش، که به خاطر تب خونریزی دهنده حالت خیلی بدی دارن که شکل شکل این لعنتی هاشون کلا سفید میشه، دهنشون خون میشه، دمای بدنشون افزایش میابه. واقعا خیلی بد اصلا این لعنتی. چند تا ویدیو هست که اینا رو به هم ربط میده. کلا میگه که آره ویروس زامبی مثلا وجود داره. و اگه یادتون باشه یک ماه دو ماه پیش کشور چین همه شهر یه جوری قرنطینه کرده بود که مثل این که قرار خرس ها رو داخل خونه ها نگه داره. همه درها داشتن جوشکاری میکردن، در فلزی میذاشتن. هر کسی که تو خیابون میدیدن با کتک داشته میبردنش. واقعا خیلی اوضاع بود. خب الان میگن که تو چین الان این ویروس خونریزی دهنده واقعا افزایش یافته. چند تا زامبی نه اما عواملش رو دیدن. خب ببین چند تا از ویدیوهاشون رو ببینیم.这是在地铁上发生的一幕，一名男子发出惨叫声，不注意的人还以为情侣之间闹着玩，但实际是一名男子的脸被一名陌生女子狠狠地咬住，被这名女子骑在腿上，而且咬住并没有分开的迹象。这名男子痛得直叫，连边上的乘客都吓出一身冷汗，也不敢上。
این ویدیوها واقعا آدم شوکه میکنه، ولی خب بازم نمیشه گفت مثل فیلم ها که ما میبینیم زامبیا باشن. شاید دیدی اصلا یه طرفی باشه که داره این آدم ها در حد کتک میزنه، در حد مرگ کتک میزنتش، یا میگه مثل فیلم آدم گاز میکنه زامبی میکنه، یا میگه میخورتش واته. و اما واقعا بازم نمیشه باید مثل فیلم ها نباید به جلو. شاید دیدی مثل فیلم ها باشه، شاید نباشه، معلوم نیست. ولی یه پیشگویی هم اینو پیشگویی کرده خیلی دوران خیلی قدیم اینو گفته که یه ویروس خیلی بدی قراره دنیا رو فرا بکنه، ویروس زامبی. پیشگویی کرده، فکر کنم الانم داره پیشگوییش به واقعیت تبدیل میشه. بعضی از پیشگوییاش غلط بوده، بعضی هاشون خوب، امیدوارم این پیشگویی غلط باشه. خب بعضی هم هستن که این ویروس زامبی که الان تو خیابونا دارن همونطور حرکت میکنن شلو بده، خب به خاطر مواد میکشن، موادی که خیلی زیاد رای میکنن، تو حال خودشون نیستن، این روانی رفتار میکنن. و بعضی هاشون به خاطر اون تب خونریزی دهنده مزخرف، ولی این آبله میمونن که واقعا مادر خیلی بد شده و خیلی هم میگن به خاطر اون دارن زامبی میشن، نمیدونن که داشت. خب دیگه بچه، امیدوارم از این ویدیو سری لذت برده باشید. این ویدیو رو سری گرفتم، همینطوری زود به فکر نرسید گرفتم. خب بچه دیگه حرف اضافی نمیزنم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.